بخشی از ویدیوهایی که میخوایم رو تا کنیم. وارد برنامه اینشات میشیم، ویدیوی مورد نظر رو وارد میکنیم و از اینجا دنبال برچسب میگردیم. از اینجا قسمت جزئیات رو انتخاب میکنیم و این قسمت میتونیم اشکال رو انتخاب کنیم. این قسمت و این قسمت هم اندازه و شکلش رو و در این قسمت هم میتونیم تکونش بدیم. خب من شکلش رو دایره‌ای میکنم، مربعی. بعد این قسمت پایین جوری که میخوام باشه رو انتخاب میکنم، مثلا اینطور رو بزرگ، کوچیک یا حتی حرکت میدم. از این قسمت هم میتونم مشخص کنم که چقدر تار باشه، مثلا اونو میگیرم میکشم پایین یا میگیرم میکشم بالا. به همین ترتیب ویدیو رو تا آخر میکشم یا جایی که دوست دارم و ویدیوم رو ذخیره میکنم.